آقای دکتر، ما دیروز خدمت آقای دکتر خیاطیان بودیم و معاونت علمی فناوری در حوزه اهمیت و عدم عقب ماندگی از حوزه هوش مصنوعی، مخصوصا حمایت شرکت‌های مادر مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه و فولادی‌ها تأکیداتی داشتن. نظر حضرت عالی رو تو این زمینه می‌خواستیم بدونیم. طبیعتاً شرکت‌های بزرگ به دلیل اینکه حجم اطلاعات زیادی رو باید مبادله بکنن و بهترین اطلاعات رو باید بگیرن و آنالیز اطلاعات رو بتونن به روز انجام بدن، از این جهت کاملا بازده مثبت قطعی داره. بنابراین به نظر میاد که اگر ما تلاش بکنیم چند تا شرکت رو جلو ببریم، بقیه شرکت ها خودشون میان و سرمایه گذاری میکنن. الان چون آثار ملموسش رو نمیدونن، در حقیقت خیلی تمایل نداره. ولی اگر ما چند تا شرکت رو ببریم و اون صرفه‌جویی که انجام میشه رو بگذاریم، ببینیم